نوشتن اسمت راحت ترین قسمت امتحانه، میگه نه؟ اما خب برای این خانم اینطوری نیست. وقتی سرندا ویلیامز دختر زیبایی را به دنیا آورد، او و همسرش می‌دانستند که نوزادشان شایسته یک نام منحصر به فرده. پس به جای یک نام کلاسیک تصمیم گرفتند این نام را انتخاب کنند. اونها بعد 3 هفته تصمیم گرفتند که اسم دخترشون را تغییر بدند که باعث شد نام دخترشون 1019 کلمه باشه. حتی سعی نمی‌کنم آن را به طور کامل تلفظ کنم، اما اگر چالش رو قبول می‌کنید، اینجا روی صفحه برای شما می‌توانید ببینید غلط املایی رو پیدا کنید. شوخی کردم. سوئدا مجبور شد نام را روی نوار ضبط کند و بارها برای دخترش پخش کنه تا او بتواند آن را حفظ کنه. حتی اگر همه او را جیمی صدا کنند، او هنوز در کتاب رکوردهای جهانی گینیس جایی دارد، به خاطر شناسنامه تولدش